سلام مجدد. گفتم بهتون که میگم برای چی اومده بودم اینجا. من دیروز رفتم برای یه نقش قرارداد بستم که باید گوشواره بندازم و گوشم بچه که بودم سوراخ شده بوده، ولی خب دیگه هیچ وقت استفاده نکرده بودم. به خاطر همین گفتم خب پس باید دوباره در واقع سوراخش کنم دیگه. اومدم اینجا و نکته جالبش این بود که فکر کنم حدودی همینجوری فکر میکنم شاید مثلا 45-6 سال اینا باشه که اصلا شاید هم بیشتر، مثلا 46-7 سال، اگه من الان 49 سالم باشه مثلا 2 سالم بوده. نمیدونم کی گوشم سوراخ شده آخه. مثلا تو بگو حداقل 40 سال استفاده نشده بوده ازش و الان باز بود سوراخ و فقط یه ذره چیزش کردن، تمیزکاری کردن و چیزای اینجوری. و حالا من دیگه